الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. درود و رحمت الله مهربان به جمیع آن بینندگانی که چی در داخل کشور و چی در خارج کشور هستین. هر جا باشین الله حافظ شما باشد. برادران عزیز و خیلی گرامی، یک سوال تعجیلی بگیم برای ما آمده است و البته باید که ضرور او را ما جواب گوییم. این سوال برادران عزیز، چسبانیدن موی سر. البته این چیزها امروز خیلی معروف و مشهورند، ولی از ما پرسیدن که از نگاه دین آیا همین درست است یا نادرست؟ برادران عزیز و گرامی، البته درست است. یعنی این در بگیم که آفرینش الله مهربان یگان تغییرات وارد نمیکنه. چگونه که وقتی که شیطان لعنت خدا بر او باد، وقتی که از درگاهش الله مهربان او را راند، او در پیش خود تصمیم گرفت که من مقصد بندگان تو را از راه درست به راه خطا میبرم. بندگان تو را نمیگذارم که برای گناهاشون توبه کنند. و همچنان در پیش خود تصمیم گرفت که من در خلقت تو، در آفرینش تو تغییرات میدارم. و ایرا اکثر مفسرها و محدثها تغییرات چی گفتن؟ گفتن تغییرات همین است که وقتی که یک نفر در مویهای خود، یعنی بیشتر اینها زنها هستند، مویهای خود چونده مویهای دیگری را اضافه میکنن که مردم تاجیک ما مویهای علما میگن، یا اینکه ابروهای خودشون امروز با پاکیزگی میگیرن و ابروهای نو میگذارن، یا لبهاشون مقصد تغییر میتین، یا پیشوی براشون تغییر میدن. انا اینها در همون تصمیمی که شیطان گرفته بود که من تغییرات میدارم، اینها تغییرات هم. ولی اینه که مثال موی سرت مقصد در همین جای خودش میچسبانن، اینجا در یگان تغییراتی نیست. حتی در دارالافتای مصر آمده است که خدای مهربان انسان از زیبا آفریده است. یعنی وقتی آفریدش وای موی سر داشت، ببینین. و وقتی که همین موی سر اگر نباشد، آدم امو حسن و جمالش هم حتی از بین میبره. به این خاطر یعنی در جای همونی که الله مهربان همین موی سر آفریده بود، ما مثال از قسمهای خواب پشتی سر است، خواب پهلوی سر است میگیریم و در پیش مقصد اونها را میگذارن. این یک پیشروی طبی امروز است، ولی یگان تغییراتی نیست. همون حسن خدا دادگی را مقصد چیکار میکنیم؟ ما باز رعایت میکنیم که همون حسن الله دادگی برای فرزند آدم مقصد از بین نبرد. چخیلی که یک آدم میبینی که مثال یک لبش میکنه، یا یک آدم میبینی که مقصد یک بینیش های بین میبره، که این در زمان پیغمبر خدا هم صلی الله علیه وسلم هم این حالت شده بود که او را از نقره کردن، بعدا بوی گرفت، با طلا بد گرفتن او را پیوست کردن. یا میبینی یک گوشش نیست. اینها را وقتی در جای خودش برقرار میکنن، این تغییرات بگیم در خلقت خداوند نمیشود. و این خاطر برادر عزیز، کاشتنی بگیم گذاشتنی موی سر یعنی یگان گناهی ندارد. خدای مهربان عمر دراز، تنی صحت، ایمان کامل نصیبتان کند.